سوره مبارکه زلزال. به نام خدای بخشاینده مهربان. آنگاه که زمین لرزانده شود به سخت‌ترین لرزه هایش و زمین بارهای سنگینش را بیرون ریزد و آدمی بگوید که زمین را چه رسیده است. در این روز زمین خبرهای خویش را حکایت می کند از آنچه پروردگارت به او وحی کرده است. در آن روز مردم پراکنده از قبرها بیرون می آیند تا اعمالشان را به آنها بنمایانند. پس هر کس به وزن ذره‌ای نیکی کرده باشد آن را می بیند و هر کس به وزن ذره‌ای بدی کرده باشد آن را می بیند.